روز است که دل داره نیامد زشت اکثار و بیماره نیامد عزیزان آمدارم حاسدم شد که بفرستم چرا یاره نیامد عزیزان آمدارم قاصدم تو که بفرستم چرا یاره نیامد شب عشق نازنینت خواب چشمانم ربودم قصه گرمی لبانت و خدا یادم نمیرم شب عشق نازنینت خواب چشمانم ربودم قصه گرمی لبانت و خدا یادم نمیرم و خدا یادم نمیرم و خدا یادم نمیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم تو را خدا از من نگیرم تو را خدا از من نگیرم زهرت روزگارم کار گشته غم تو بر دلم بسیار گشته منور کن ز رویت خانم را که عاشق تشنه دیدار گشته منور کن ز رویت خانم را که عاشق تشنه دیدار گشتم شب عشق نازنینت خواب چشمانم ربودم قصه گرمی لبانت و خدا یادم نمیرم شب عشق نازنینت خواب چشمانم ربودم قصه گرمی لبانت و خدا یادم نمیرم و خدا یادم نمیرم و خدا یادم نمیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم تو را خدا از من نگیرم تو را خدا از من نگیرم از آن روزی که من از تو جدایم با خدا من به من که خود رضایم دو سه روز از مریض هستم و بستر خبر نیستی ز درد به پایم دو سه روز از مریض هستم و بستر خبر نیستی ز درد به پایم شب عشق نازنینت خواب چشمانم ربودم قصه گرمی لبانت و خدا یادم نمیرم شب عشق نازنینت خواب چشمانم ربودم قصه گرمی لبانت و خدا یادم نمیرم و خدا یادم نمیرم و خدا یادم نمیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم میترسم از همان روز که تو را خدا از من نگیرم میترسم از
اعضای بیننده باز هم خوش آمدین. خدا کنه آهنگی که براتون نشد طرف توجهتان قرار گرفته باشه. و اما مهمان برنامه ما یک بار دیگر براتون میگم که همایون جان بهروز هستن، یکی از هنرمندان محبوب کشور ما. اما همایون جان خب خدا کنه باز هم براتون میگم که تا این لحظه از برنامه خودت هم لذت برده باشی و البته سوالایی که براتون اصلا پرسیدم خسته کنه نبوده باشه براتون تا حال. و اما یک هنرمند در کل چه قسم یک ویژگی ها داشته باشه که برایش امی صفت هنرمند خطاب شود؟ یک هنرمند خوب میتونه هنرمند خوب باشه که با شعر، آهنگ و با دوستایی که هسته یک رفتار کردار بسیار نیک داشته باشه، آهنگای خوب انتخاب کنه، کمپوز خوب انتخاب کنه و این چیزو میتونه کنه. و شما پیش یاد کردین که در چندین کنسرت شرکت کردین، اما کنسرت‌هایتان در کجاها بوده و از چند سال پیش هست؟ آیا در اواخر هم کدام کنسرت داشته؟ در اواخر نداریم. چند سال پیش هم در ایران چند کنسرت مجرا کردم. در فرنگسرایش بود. در تاجیکستان هم دعوت شده بودیم. اونجا هم کنسرت اجرا کردیم. بله. یعنی دو تا کنسرت اجرا کردیم؟ بله. در ایران چندین کنسرت ها بوده. و زیادتر خوش دارین که آهنگایتان به قسم کلیپ تیار بسازین، یا که خوش دارین که در محافل عروسی، محافل خوشی شرکت کنین آواز بخونین؟ والا نه، من خوش دارم آهنگا رو به قسمت کلیپ تیار کنم و بعضی از دوستا که خواهش میکنن در محفلشون هم اشتراک کنم. و اما تهیه یک کلیپ چقدر مصرفات داشت؟ هزینه؟ والا هزینه که کلیپ نامعلوم است، هر قدر مصرف کنیم مصرف بشه. بله. و خب به هر صورت میذارم که هزینه زیاد داره مصرف میکنین و البته ناگفتن اما نباید گذاشت که در قسمت کلیپ های ما همیشه مشعل پرودکشن که حسین جان بسیار دوست نزدیک ماست، همیشه همکار بوده که ما بسیار شکر است. خب و اما پلانایتان برای آینده چی هست؟ پلانای ما همی است که بعد از این انشاءالله آهنگای جدید روی دست دارم، سرشان کار کرده بایستیم انشاءالله در نیابت شد به بازار عرضه شد. و اما فکر کنم در لحظات اخیر برنامه هم قرار داریم. همایون جان اگر بخوایم اصلا پرسان کنیم که آخر این پیامتان برای علاقمندایتان و دوستایی که امیر شما تماشا میکنن چی هست و این کامرا و هم شما میتونید برشان بگید؟ ما دیگه پیام ندارم. تشکر میکنم از برنامه شما، بسیار برنامه مقبول زیباست و همچنان از همکارای تکنیکی که زحمت کشیدن تشکر میکنم. جهان سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و برنامه ملودی حاضر شدین و همچنان از شما دوستای عزیزی که تا حال ما را همراهی کردین و تا یک دیگر از برنامه‌ها که بازم فرشته محمودی در خدمتتان حاضر میشم. همگیتون به الله پاک میسپارم. اما اگر کدام نظر و پیشنهادی داشتین میتونین با شماره تلفن 0793 333 999 و تماس شوین و سوالات و انتقادات و البته پیشنهاداتتون با ما در میان بگذارین. حتما برای بهبود برنامه این نظرات به کار خواهد بردیم و تا یکی دیگر از برنامه‌ها خدا یار نگهدارتون.